سلام، شبتون بخیر باشه. ما امشب در سومین رویداد حضوری معلم سبز در کنار تعدادی از معلمان و مدیران عزیز یزدی هستیم. خیلی خوشحالیم که شما رو توی جمعمون داریم. در رابطه با موضوع معلم برند می‌خوایم صحبت بکنیم. با توجه به تغییراتی که در چند سال گذشته توی دنیا اتفاق افتاده و تأثیرش رو روی بحث آموزش پرورش و کلاس درس ما معلم‌ها گذاشته، لازمه که نگرش خودمون رو نسبت به این تغییرات عوض بکنیم و با جریان تغییر در دنیا همراه بشیم. جرأت متفاوت بودن رو داشته باش. دنیا پر از آدم‌های معمولیه. وقتی که ما یه فضایی رو اطرافمون داریم که همه دارن به یک شکل عمل میکنن، چون همه ما از مدارس عصر صنعتی خارج شدیم و همه ما تربیت شده اون سبک آموزش هستیم، سخته برامون بخوایم شیوه دیگه ای رو توی کلاس‌های درسمون پیاده بکنیم. ما یاد گرفتیم یک الگو رو رسم بکنیم و همه بچه‌های کلاسمون رو با توجه به همون الگوی رسم شده براشون تدریس کنیم، کار رو توی کلاس انجام بدیم و به پایان برسونیم. در صورتی که نیازهای همه افراد دنیا در حال تغییره. خواسته ها روز به روز داره متفاوت میشه و ما بایستی به عنوان یک معلم نسل جدید خودمون رو مطابق معیارها تغییر بدیم و طبیعت به ما یاد داده که جز تغییر هیچ چیزی همیشگی نیست. یعنی همه چیز داره روز به روز تغییر میکنه. برای اینکه ما بتونیم از حالت معمولی بودن خارج بشیم، لازم این جمله رو هر روز صبح از خودمون بپرسیم و خودمون رو از اول صبح یه سنجشی بکنیم. آخرین باری که کاری رو برای اولین بار انجام دادی کی بود؟ و ما بایستی مدام یک کار جدید برای انجام دادن داشته باشیم. یک آموزش جدید، یک شیوه جدید، یک کتاب جدید، یک کار جدیدی رو شروع بکنیم و این جدید بودن کمک میکنه ذهنیت ما با توجه به شرایط جدید تغییر بکنه. توی اسلاید سوم براتون یک کلیدواژه گذاشتم، کلیدواژه تمرکز. ما قراره که توی این میتینگمون با همدیگه هماندیشی داشته باشیم. من صرفاً صحبت نمی کنم، دوستان فکر میکنن، روی اسلایدها و نظرات خودشون رو بیان میکنن. من اول یه جرقه میزنم و بعد صحنه رو میسپارم دست عزیزان. در کتاب آن یک چیز، کتاب فوق‌العاده عالی هست، توصیه میکنم اولین فرصت بخونید. میگه اون کاری که در صورت انجام دادنش بقیه کارها یا غیر ضروری میشن یا آسون، هر روز باید پیدا کنی و فقط اون یک کار رو انجام بدی. اگه اون یک کار رو انجام دادی، بقیه کارها دیگه یا آسون میشن یا غیر ضروری. این جمله چی رو تو ذهن شما میاره؟ آن یک چیز. یک کلمه ازتون میخوام. تفاوت. نخست امور نخست. نخست امور نخست. عبارت. همین عبارت باز توی یک کلمه خلاصه میشه. خب اولویت. اولویت. کل این جمله میخواد اولویت رو بگه. میگه اگر شما تونستی اولویت خودتو پیدا کنی، دیگه اصلا ما کلمه اولویت ها غلطه. تو فرهنگ لغت انگلیسی نیست کلمه اولویت ها. چون اگه چند تا اولویت داشته باشی یعنی تو اصلا هیچ کاری برای انجام دادن نداری. اولویت یعنی یک کار در هر لحظه. الان اولویت کار ما حتی اگه تلفن زنگ بخوره اینه که اینجا تو این لحظه باشیم. وقتی آدم‌ها تمرکزشون رو از دست میدن که به چند چیز همزمان دارن فکر میکنن یا روی چند کار، اون چند کارگی، چند وظیفگی مشکل اصلی نسل الانه. پس اگر ما بتونیم اولویتمون رو پیدا بکنیم و روی اون اولویت کار بکنیم، چطوری؟ مثل یک تمبر تا مقصد به یه پاکت بچسب، به یه نامه بچسب. چرا معلم‌های ما نمیتونن مطرح شن؟ یک چیز خاص برای اینکه روش کار بکنن تو ذهنشون ندارن. یک حوزه رو شروع بکنن.
طرح‌های بیخودی که هر بخشنامه‌ای میاد وقت گیره و نمیگذاره روش هدف خاصی باشه برید جلو دیگه. و میخوای همه اونا رو خوب انجام بدی و کیفیت میاد پایین. یعنی کمیت میشه فدای کیفیت که برنامه ریزان کیفیت فدای کمیت. برنامه ریزان هم متاسفانه ندارن درایتی را خواسته باشن به این مسئله تمام. خب چون تخصص ندارن برنامه اصلی رو نمیدونن چیه. از هر جایی الگو برداری که میخوان از هر جایی رو بردارن و یه پازل ناهمگونی را بچینن صرف این که فقط یه آمالی نوشته بشه. ما تسلط داریم که بتونیم اونو تغییر بدیم. یه سری وقتا هست که یه سری چیزا که واقعا تو محدوده اختیارات ما نیست و چاره نیست که حالا یه سری از کارا رو انجام بدیم، ولی خب یه سریشا میشه که نه دوزن این کاری را که میدونی واقعا لازم هست اولویت خود رو پیدا کنید و اونو انجام بدید، ولی خب این که همون شجاعت رو باید داشته باشه. حالا من امروز تو مدرسه بود گفتن یه طرحی اومده که طرح تشویق انفرادی به دیوارای کلاس نباید باشه، یعنی نباید مثلا چند نفر دانش آموز رو تشویق کنه تا عکسشون بزنه یا چیز، اینا رو باید بکنیم از کلاس ها. یکی از معلم‌ها گفت نه من نمی‌کنم، بازرسم اگر من خودم جوابشو بدم، من نظر خودم که باید باشه. و به هر حال این شجاعتشو داره، هم از ترس بازرس، از ترسی که باعث که طرح‌ها همش باید کاغذها پر بشه، مستندسازی بشه، تمام وقتشون رو گذاشتن و اینا خب یه نفر گفت نه من انجام نمیدم با اون چیزی که نظر خودم به بازرسی اون جسارت رو نگه داشته. و آقای پروفسور سرکار آرانی نکته‌ای که خیلی توی جلسات میگفتن این بخشنامه ها رو اصلا نگذارید بیاد توی مجموعتون. اولویت معلم هرچه باشه و اگه بتونه جسارت و جرأت اون اولویت تعیین کردن رو برای خودش داشته باشه و مستقیم بره به سمت هدفش، یکی از راهاییه که میتونه اون معلم رو تبدیل بکنه به یک معلم برند. خیلی از معلمایی که الان حتی توی شهر خودمون به عنوان برند قبولی در آزمون‌های مختلف شناخته میشن، واقعا اینو فهمیدن تمرکز کردن روی یک موضوع. کار ندارم این قضیه درسته یا غلط، این رقابت سر آزمون‌ها درسته یا نادرست، ولی هرچه که هست اونا اینو درست تشخیص دادن. پیج‌های مختلفی میان با یه موضوعی شروع میکنن، بعد میبینن که یه نرم افزاری الان وقت فروششه، سریع میرن سمت اون، یه مقدار گذشت دوباره میرن سمت یه چیز دیگه و اینها این موضوع تمرکز رو فراموش کردن. این جور کسب و کارها یا این جور معلم‌هایی که دارن با این سبک و شیوه کار میکنن خیلی کارشون طول نمیکشه، خودشون سردرگم کارهای مختلفی میشن که ایجاد کردن. پس اولین نکته اینه که تمرکزه. همینجا تو همین جلسه باید اولویتتون رو تعیین بکنید اگر میخواین به عنوان یک معلم برند شناخته بشید و تو مجموعه خودتون یک کار به خصوصی رو انجام بدید. بدون اولویت نباشید. چند کاره هم چند اولویت بودن هم با اون نداشتن یکیه و هیچ تفاوتی نداره. اسلاید بعد یک کلیدواژه دیگه دارم، ادعا. اون کسی که میشه یک معلم برند یا معلم مرجع بهش بگیم، کسیه که جرأت چیه داره؟ ادعا کردن رو داره. خیلی از معلم‌های عالی رو داشتیم که تو کلاس خودشون شیوه تدریسشون موند، چون یا بلد نبودن ابراز کنن یا جرأت ادعا کردنش رو نداشتن. ما این کار رو سر دوره هوش مصنوعی کردیم. شب نوروز اولین کسی که، من نمیگم اول کسی که میدونست یا بلد بود، اولین مجموعه که اومد اسم هوش مصنوعی رو گذاشت کنار معلم و کلاس درس، معلم سبز بود. و ما سریع این وبیناری بود اطلاعیه‌شو زدیم و همون شب ما 200 نفر ثبت نام کردیم براش. معلم هوشمند، هوش مصنوعی در کلاس درس.
بعد از اون یه سری اساتید مطرح 1-2 ماه 3 ماه بعد از ما شروع کردن و وقتی ما ادعا می‌کردیم توی استوری هامون که اولین و تنها دوره آموزشی، چند تاشون قشنگ اومدن گفتن مگه ما بلد نبودیم، ما قبلا استفاده می‌کردیم. ضعفشون تو چی بود؟ ادعا. اجرایی کرد. ادعا با اعتماد به نفس فرق داره. شاید اون مدرس میرفت توی جایی سخنرانیشو میکرد و تدریسشو و اعتماد به نفس بالا، ولی جرأت ادعا کردن رو نداشت. الان مجموعه‌ای که توی یزد جرأت کرده ادعا بکنه ما مثلا برترین شیوه آموزش رو داریم، چند تا چقدر غیر دولتی داریم، چند تاشون تونستن ادعا کنن. اون ادعا خیلی مهمه. شما مرکز میخوای بزنی باید یه چیزی برای ادعا کردن داشته باشی. سبک من اینه و وایسی باش. من چه کسایی به ما دایرکت میدادن که نه این که دارید میگید نشون دهنده غرور شماست، شما دارید یه جوری رفتار میکنید که یعنی بقیه هیچی نیستن. اصلا اونها با سبک این که توی کسب و کار بایستی مدعی باشی رو نمیدونن، اصلا ربطی به غرور نداره. مدعی حوزه خودش باید باشه، یک مدرس مرجع، معلم مرجع یا معلم برند. ببخشید و این مدعی بودن از کجا میاد؟ یعنی یه ویژگی شخصیتیه، یه نفر میتونه باشه یا نه اکتسابیه؟ شخص میخواد کار یعنی میخواین بگین که اکتسابیه یا ذاتی؟ آره ندارم شاید اینو. بعضی چیزا غریزیه، بعضی از رفتارها افکار غریزیه، ولی خیلی از چیزایی که توی زندگی داریم اکتسابیه. هیچ کسی نمیاد به ما ادعا کردن رو یاد بده. من ادعا بکنم درست دیوان دست میگیرم، انقدر تمرین باید بکنی. بچه ادعا میکنه خوب راه میره، انقدر زمین خورده تا تونسته خوب راه بره. آخه ببینید بعضی وقتا جسور بودن یه ویژگی شخصیتیه، اکتسابی، نسبت به بستگی به محیط داره، خیلی بستگی به محیط داره. من همیشه از خانم خانی به عنوان یکی از مدیرایی که معلماش رو واقعاً پر و بال میدادن یاد میکنم. همیشه بعد از سال 93 تا الان هیچ کجا نبوده که اسم یک مدیری بیاد و بی اغراق من از ایشون تعریف نکنم که چقدر با معلماشون دوستن، چقدر براشون بستر فراهم میکنن. اونجا اگه معلمی، خودتون دیگه اینو دیدید، گاهی اصلا معلم ها عین یک دوست ها میشن، نظر مخالفشون رو هم میگن، اما همین رو جایگزین بکنید با یک مدیری که اجازه نده همکارش، کارمندش صحبت بکنه. خب اگه من به عنوان یه معلم همچین مدیری داشته باشم که به من اجازه اصلا صحبت کردم و متفاوت بودم، شما خودت جوابت چیه؟ میخوام در نقش کوچ ظاهر بشم. خب مثلا من تو اون محیط، ببینید مجبورم که الان تو اون محیط کی شما رو مجبور کرده؟ آره شاید خودم. انسان دو حالت، توی دو حالت قرار، یا جبر یا اختیار. کدومش؟ ما جبر زمانه داریم، جبر محیطی داریم، جبر فرهنگی داریم، جبر سیاسی داریم، جبر جنسیتی داریم. همین الان ما تو جبر جنسیتی هستیم، درسته یا نه؟ ولی در کنارش انتخاب هم داریم. آخه ببینید خانمایی مثل خانم خانی، خانم مدیرایی مثل اونشون زیاد نیستن، باید بپذیره. منی اگر قبول نکنم به تو اون، به قول شما خودم مجبور نکنم که تو اون محیط بمونم، خودم میرم، من باشم خودم میسازم. من با گریه از اون مؤسسه اومدم بیرون. یا باید بپذیریم پس تو معمولی بودن وای میستیم، پس اصلا جاش اینجا نیست. من خودم مدرسه غیر انتفاعی عادی کار کردم، پارسال 9 سال کاملا کار به خانمش گفتم تلفن 9 سال اونجا کار میکردم دیگه. تقریبا شده بود یه محیط عادی که من اگر بیام ازش بیرون دیگه از میگم بیرون مثلا ولی میتونم دیگه جایگاهمو توی جای دیگه پیدا کنم. ولی تا پارسال هم دوره‌ای که شرکت کردم، بعد از اونایی که یا لایوهای خانم شرکت کردن یا وبیناراشون که بعد مکس تعریف کردن بچه‌ها اینجوری کنیم اینا، تا چه حوصله داره، چقدر وقت آزاده، با اینکه بچه‌های نیروهای جوان هستن. ما مثلا حتی از منم جوان‌ترم. بعد دیدم واقعا هم یا مدیرمون چرا من که به روز باشی باید خودم همون سنتی تر باش. کاری مثلا میگفتن آموزش میدادم من اجرا میکردم واقعا، ولی گفتن سنتی باش. واقعا با این که یه حاشیه امن برای من درست شده بود شکستم، آمدم بیرون و خب الان درسته 1-3 ماهی من درگیر بودم تا دوباره وارد تو مصاحبه یه مجتمع بزرگ
شرکت کردم. اتفاقا روی یادگیری معکوس با افتادم تو مصاحبه، خود غیر مدیر عامل بودم. گفتم میتونی؟ گفتم من اینو اجرا میکنم. گفتم خانواده‌اش چه جوری راضی بود؟ گفتم من آموزشش رو دیدم، خانواده‌ام توجیه میکنم، ولی خب بهتون بگم که سخت بود از اون حاشیه امنی که از خود همشهران چه گرفته بودم بیای بیرون، ولی باید بیای بیرون چون بمونی اخریب میشی. خودم خانم چی شد که ادعا رو کردید که من میتونم این کار انجام بدم؟ ولی شاید هم در حد شاگردی ایشون هستم، ادعا کرده دیگه، ولی خب من تو مصاحبه هر می‌خواست به قولش همین برند بودن مهم بود. من باید یه چیز از خودم، یه ویژگی نشون دادم که تو مجتمع که میخوام پذیرش من این توانایی رو دارم تو مجتمع واردم. هرچند الان که وارد شدم اونا همین درگیر بخشنامه‌ها و این چیزا هستن، ولی من دارم متفاوت‌تر عمل می‌کنم. و همین خاطر کلاس هم یکم فرق می‌کنه شرایطش. اصلا ادعا رو کرده به خاطر اینکه آموزش شدیده بودید و بلد بودید این کار. اگه بلد نبوده ادعا رو نمیتونستم. شاید نمی‌تونم من یادگیری معکوس رو میتونم اجرا کنم. و همین ادعا باعث شد که شما قبول بشه. یکی از دلایل قبولیم این. ولی می‌خواستم کلا می‌خواستم رد کنم چون اصلا شرایطشون فرق داشت. ولی یکی از دلایلی که مثلا من این مدیر جدیدی که وارد کردم پذیرای من بود این بود که من گفتم دوره مدیریت کلاسی و دوره هوش مصنوعی رو یادگیری معکوس شرکت کردم و در حال آموزش. یه انتخاب متمایز شما نسبت به آدمای دیگه که مصاحبه دادن اینه که شما یک کاری رو بلد بودید که برخی بلد نبودن و تونستید ادعا بکنید که من این کار رو بلدم. این باعث تمایز شما شد. میخوام بگم از حاشیه امر باید یاد بگیریم. من بله کاملا درسته. بگم که ادعا پشت سر یادگیری میاد. وقتی یادگیری رو داشته باشی جسارتشو داری که ادعا کنی که من میتونم. تا زمانی که توانمندیت رو خودت مطمئن نباشی ادعا بکنی نمیتونی ثابت کنی. باید پا رو بذاری روی اون، یه ضرب المثلی داریم میگن پا رو دیوار لق نذار، همچین چیزیه. پس باید انقدر رو خودت کار کرده باشی تا بتونی ادعا بکنی. البته خیلی از افراد هم هستن که توانمند هستن ولی اون جسارت ادعا کردن یا بلد نیستن. اینو همون اول گفتم. اون مدرسی که میخواد، اون معلمی که میخواد برند باشه، علاوه بر این که یه تمایز رو انتخاب میکنه، باید ادعای خاصی هم هر روز طراحی کنه. یک روز پا میشه میره سر کلاس ادعا میکنه من مثلا با هوش مصنوعی طرح درس نوشتم. روز بعد میره ادعا میکنه من یک بازی طراحی کردم برای آموزش املا. روز بعد میره این ادعاش رو باید بشینه وقت بگذاره طراحی کنه. ماها خیلی هنر داریم ولی خیلی کم میشینیم فکر کنیم و ادعامون رو طراحی کنیم. یه آموزشی هم از قبل باشه، یه یادگیری هم باشه، یه علمی باشه که بشه ادعا. چون که حاضر نیستیم این ریسک رو بپذیریم و هر روز یاد بگیریم نمیتونیم اون ویژگی رو اجرا کنیم. و من سال کنکور بودم، مشاوری داشتم، جناب آقای فتوحی مدیر استعداد درخشان بودن، مشاور تحصیلی من برای کنکور بودن. همسر ایشون با مامان من تو تربیت معلم دوست صمیمی بودن. ایشون وقتی می اومدن میگفتن خانم من هر شب تا 10 تا صفحه کتاب نخونه نمیخوابه. کی 20 سال پیش من کنکور دادم. خیلی مهمه واقعا چیزی که ما ازش دور هستیم و متاسفانه فکر می‌کنیم که نه کافیه اینجا. من جدید در سال قبل کتابی خوندم توتو چاندم. عالیه بله. واقعیتش اینه که همیشه فکر می‌کردم که خب دارم خیلی از کارا رو برای دانش آموزا انجام میدم. ولی وقتی اون کتابا خوندم مدیر توی مدرسه خیلی کوچیکی مثلا حالا چند سال قبل این کارایی که انجام میده از هر ذره این آدم یه نکته رو یاد میگیره و ببینه نه من کار مثلا عجیبی انجام ندادم. آدم میره دنبالش، میره بعدش چه کار باید بکنم که من یه قدم از اون پیشتر باشم. و خیلی خوب مثلا میتونه این کتابا فیلم ها چه میدونم راهگشای آدم باشه. من خودم شاید همیشه یه وقتی که تلویزیون فیلمی نشون بده وقتی که مدرسه همه صدا میکنن تو خونه بیا فیلم مدرسه بازی شروع شد بیا بشین ببین. و واقعیتش اینه که خیلی جالبه هر چی که بیشتر مثلا مطالعه میکنی هر چی که بیشتر میدونی بیشتر نمیدونی. آفرین آفرین آفرین. این که تو باید بیشتر میدونی هم تشنه تر میشی. آفرین. این تشنگیه خیلی جالبه همیشه برام و اینکه باعث میشه که به هر حال بتونم یه چیزایی را هر روزی برای گفتن داشته باشم. و خب اینم دنیای امروزی اینا
میطلبه. دقیقاً به روز باشی و مرتب خودت رو کاملا درسته. و اینکه یک معلمی که میخواد برند باشه، مطرح باشه، باید توانایی اینو داشته باشه که اون سطح عادی، اون سطح موجود رو نقص کنه. نقص کردنش هم در گروه اینه که ادعایی که میخواد بکنه یه پایه محکمی براش داشته باشه. اگر نتونی اون ویژگیت، اون تمایزت رو جار بزنی و بعد کارای معمولی که هست رو نقض بکنی، کسی دنبالت نمیاد. تو باید دلیل داشته باشی که اگه من میگم این روش و کسایی که دارن با اون روش کار میکنن اشتباهه، این جرأته کمک میکنه که بیان. و وقتی این کار میکنی یعنی داری نقشه راه برای مخاطبات آماده میکنی. توی کتاب به جعبه دست بزن دقیقاً نوشته اگه جرأت ترسیم نقشه راه رو داشته باشی، دیگه افراد ازت پیروی میکنن. چرا؟ چون انقدر آدم معمولی توی دنیا داریم که اصلا به این فکر نمیکنن که خودشون هر روز حمله کنن. اونا دنبال یه مسیری میگردن که یکی بگه برو همین راه رو ادامه بدن. و اگه شماها جرأت تمایز داشته باشید، جرأت ترسیم نقشه راه رو برای دیگران داشته باشید، بقیه از شما پیروی میکنن. چرا اینقدر وقتی یه پیجی میاد میگه که کاربرگ بهتون میدم، میریزن یا میخرن یا رایگان دانلود میکنن؟ چون این نقشه راه آماده است. چرا اینقدر برنامه ریزی و رژیم غذایی طرفدار داره؟ چون آدما دنبال نقشه میگردن. تو مسیرتون اگر نقشه راه برای دیگران ترسیم کردید، میان دنبالتون و تا میتونن، یعنی میتونید بفروشید، ازتون میخرن. همیشه هم خریدن. من با آقای گلدانساز صحبت میکردم، گفتم به نظر من معلم یک فروشنده است و دانش آموزم خریدارشه. همیشه قرار نیست در برابر فروختن پول دریافت بکنیم. تو میخوای بفروشی، توجه بگیری ازش. اون میشه وجهی که اون سرمایه‌ای که باید بهت بپردازه. پس اگه با این دید نگاه بکنیم، ما باید جرأت داشته باشیم نقص کنیم و اقتدار داشته باشیم. بخشی از صحبت شما که میگفتید اکتسابیه یا ذاتی، اون اقتداره که اقتدار کاملا اکتسابیه. باید یاد بگیری مقتدرانه رفتار بکنی. هر کجایی که به هر حال نیاز داری به این که اون ادعا رو داشته باشی، باید اقتدارم در کنارش. بله، 100%. صحبت از بچه تمایز شد. خب من وقتی که نوشتم فهمیدم که خیلی بچه تمایز دارم با همکاران اطرافم. و بچه تمایز من اینه که بازی‌های یادگیری رو توی کلاسم اجرا می‌کنم، اینکه هوش مصنوعی رو بلدم، اینکه کار با ChatGPT رو بلدم و خیلی از بقیه همکاران جلوترم و تمایز دارم. و تو کلاس من وقتی که اجرا می‌کنم، هم مدیر هم بقیه دبیرا انگار مخالف هستم با این قضیه، ولی من باید این نظم موجود رو بشکنم و این بستگی داره به آگاهی و اراده من. خیلی از جاها حتی شده مدیر ایستاده جلوی من و چون که من توی کلاسم با این که دبیر هستم و مقطع 11ام 12ام حتی تدریس دارم، توپ می‌بردم مدرسه، توپ بازی می‌بردم سر کلاس و این باعث می‌شد که کلاسم هیجان داشته باشه، سر صدا داشته باشه و مدام دبیرایی که کلاسشون کنار کلاس من بوده مدام تذکر دادم و گفتن که کلاس خیلی شلوغه، ولی من این حس خوب خودم رو، این تغییره رو ترجیح دادم بر صحبت دبیر و حس خوب شاگرداتون. حس خوب شاگردام. آره. بعد حالا از اول سال تا الان که تقریبا 2 ماه 3 ماه گذشته با مخالفت زیادی روبرو بودم، ولی الان کم کم میبینم که افراد، حتی همون مدیری که اول سال با من مخالفت میکردن، پیجم رو دنبال میکنن، از شاگردام نظراتشون رو میپرسن، حتی تشویق میکنن، کم کم عادت میکنن بینه. ولی اولش سخته که خواسته باشه نظم موجود رو بشکنی به نظرم. و این به نظرم میتونم ادعا کنم که این بچه تمایز من نسبت به بقیه دبیره. بله، ممنونم. میریم اسلاید بعدی. کلیدواژه بعدی محتواست. این اسلایدیه که به نظر من
حالا من توی جامعه خودمون که دارم میبینم، محیط یزد که میبینم، این مورد خیلی مشکل داره. اگه یک معلمی میخواد خودش رو به عنوان یک معلم برند مطرح بکنه، بایستی حجم عظیم محتوای رایگان رو توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کنه. ولی معلم‌های برند ما جزوه‌شون رو دست کسی نمیدن. سوالاتشون دست هیچ کلاس دیگه‌ای نمیدن. در کلاسشون همتون اینجور همکاری رو کنارتون داشته، مثلا نمیخوام برم سراغش. و اگر یکی میخواد برند باشه، اولین گامی که باید برداره اینه که یه دور اسم خودش رو تو گوگل سرچ کنه. با سرچ اسم خودش توی گوگل ببینه چی میاد بالا. اگر توی نتایج گوگل بود اثری ازش، میتونه امیدوار باشه که مسیرش رو داره درست طی میکنه. ولی اگه اسمی ازش نیست، ولی سر و دست میشکنن که تو کلاس تست شرکت بکنن، توی کلاس‌های خصوصیش حضور پیدا بکنن، یعنی اگر این معلم روزی نبود، هیچ اثری از خودش به جا نگذاشته که بره جلو. و به این میگن درآمد فعال. خودت باشی هست، نباشی نیست. ولی معلم برند کاری میکنه که لااقل یک محصولی داشته باشه که زمانی که خوابه براش بفروشه. چون جدا از بحث اعتبار و تاثیر، اصلا اعتبار، تاثیرگذاری و همه این موارد وقتی توی جامعه ایجاد بشه، خود به خود درآمد پشت سرش میاد. ما با هدف پول شروع نمی‌کنیم. جالب اینجاست که با هدف خدمت رسانی شروع می‌کنی، با هدف اثرگذاری شروع می‌کنی، با هدف یاد دادن و نشر اطلاعات شروع می‌کنی، ولی در کنارش پشت سرش خود به خود میاد. بخوای کلاس بگذاری، آموزش میتونی بفروشی. بخوای مشاوره بدی، خدمات مشاوره ازت میگیرن. محصول میخوای تولید بکنی، محصولاتت رو به صورت مثلا حضوری یا غیر حضوری میتونی در اختیار مشتری یا مخاطبت قرار بدی. پس این کارم رو انجام بدید. اسمتون رو تو گوگل سرچ بکنید و بعد آگاهی خودتون رو بنویسید و اگر میخواید تو حوزه خودتون موفق باشید، باید سعی بکنید انقدر محتوای رایگان از خودتون منتشر کنید که بدون که شخص فیزیکیتون رو ببینن بتونن شما رو پیدا کنن. چطوری؟ یا میتونیم سایت بزنیم، وبلاگ آماده بکنیم، وبلاگ طراحی بکنیم. من یادمه سال 90 توی پیش دبستانی مشغول بودم، یه وبلاگ خودم رفتم و سرچ کردم و به نام دانا طراحی کردم و مدیر پاشد اومد یه روز گفت بیا بشین اینجا، عکس بچه‌ها رو میذاشتم، کاراشون رو میذاشتم، بزن اینو، زد پیش دبستانی دانا. گفت این کلاس تو مگه اسم کلاست مریخ نیست؟ گفتم که چرا، حالا وبلاگمه. گفت این یعنی که میخوای بعداً مرکز بزنی و اسمشو بذاری دانا. و اینو فهمید و من بعداً مرکزی زدم و اسمشو گذاشتم دانا. و من اینو توی ذهنم از سالها قبلش داشتم. و از اونجا الان هم که سرچ بکنید، یکی از اون انتهای صفحه اول گوگل ماهنامه نبات کوچولو، بچهای پیش دبستانی خانم روشنبخش، یه مسابقه‌ای بود، من شرکت کردم و برنده شدن بچه‌ها. اسم من هنوز اونجا توی اون قسمت توی گوگل هست. سایت‌هایی مثل شنوتو میتونید پادکست رایگان بارگذاری بکنید. سایت‌هایی هستن که رایگان میتونید مقاله بارگذاری بکنید، حتی اگه خودتون سایت نداشته باشید. و اینطوری خودتون رو به دنیا بشناسونید و بعد بتونید اصلا اینا هیچ کدوم خدمات پولی نیستن که بگیم ما تولید می‌کنیم برای اینکه پول بگیریم. خیر. تولید می‌کنیم برای اینکه اعتبار بدیم به کارمون در کنار اثر بخشی که میگذاره. دقت بکنیم که هر انسانی که میاد توی فضای مجازی یک سهمیه توجه داره. وقتی استوریا رو باز میکنید، یه استوری جذابی باشه، مثلا 3 ثانیه اولش رو میبینید، اگه دوست داشتید ادامه میدید، نبود رد میکنید. اگر سهمیه توجه زیادی از افراد میخوایم، باید محتواهامون کامل کنید دیگه. سهمیه توجه زیادی از دیگران میخواید، محتوای ما جذاب باشه، مفید باشه، کاربردی باشه، بروز باشه. و اینکه رسانه‌های مختلف رو پوشش بدیم. توضیح دادم که توی سایت‌های مختلف اگه می‌خوایم یه معلم برند بشیم، اینستاگراممون بایستی کار بکنیم، شبکه ایتا، بله، تلگرام، هر کجایی که مخاطب هست ما هم باید اونجا کار بکنیم. ولی الان معلم‌هایی که اسمشون شده برند، ولی من میگم همون معمولی‌ها
تو خونه خودشونن و تو آموزشگاه هستن و توی کلاس خواستن. اونها فقط یک قدم جلوشون رو میبینن، یک سال بعدشون رو نگاه نمیکنن. یک ماه کلاسش رو تعطیل کنه، بره تو استودیو وایس یک محصول ضبط کنه و این محصول تا سالها براش اعتبار میاره، علاوه بر اون که بحث مالیش هم هست. دیدگاه انتشار حداکثری. اگه میخوایم بگیم ما توی حوزه تخصص داریم، تا میتونیم باید از خودمون محتوا منتشر کنیم. هفته‌ای چند تا مقاله، هفته‌ای چند تا ویدیو، هفته‌ای چند تا فایل صوتی. و از تکرار مطلب بترسیم یا نترسیم؟ کیا میگن نترسیم؟ کیا میگن نترسیم؟ ها چند نفر بودن؟ 2 نفر. بترسیم ها 2 نفر. بقیه رأی ممتنع. چرا بترسیم؟ تکرار مطلب فکر باید پویا باشه، مطالب جذاب که روی یه چیزی هی تکرار کنی هی مانور کنی. خب چرا نترسیم؟ باید به شیوای مخاطب و متفاوت تکرار بشه، بعدم که اهمیت موضوع شیوه ارائه ها فرق داره دیگه. فرمتشو باید تغییر بدیم. به هیچ عنوان از تکرار مطالب نترسیم. چرا؟ چون مخاطب ما الان وقتی یه اینستاشو باز میکنه 10 تا پیج میاد جلوش، رد میشه. انقدر سرسری تمرکز نیست دیگه، میگذرن که اصلا نمیفهمن. شما همین پستی که امروز گذاشتی 3 روز دیگه بذار، بازم 100 تا بهبه و چهچه و آفرین و. ولی هنر یک معلم برند اینه که میاد فرمت‌های مختلف تغییرش میده، بازآفرینی میکنه. یه بار یه مطلبی رو به صورت عکس نوشته میگذاره، یه بار مقاله، یه بار فایل صوتی، یه بار ویدیوش میکنه. پس همون مطلب با شیوه‌های متفاوت تکراره به هر حال. اما اگر همون غالبا بیاد خیلی قرار نیست اتفاق بدی بیفته. همین تکراره به وایرال شدنش کمک میکنه و لازمه. تا یه جایی دیگه. خب قرار نیست یه چیزی رو مثلا یه ماه تکرار بکنیم، اما همین الان من استادی داشتم که میگفتن برو ببین سال گذشته چیا تو پیجت گذاشتی، همونا رو بیا یه بار دیگه ضبط کن. هیچکی نمیگه تکراریه. و همین نشون میده برندی. چرا؟ چون انقدر محتوا داری. مثلا شما یه پیج رو انتخاب بکنید که خیلی فکر میکنید قویه، همین مثلا پیجای زبان انگلیسی که میلیونی فالوور دارن، ببینید مثلا یک نوع آموزششون چند بار به شیوه‌های مختلف تکرار شده. تکرار با شیوه‌های مختلف. یه معلم برند، اسلاید بعدی، تبلیغات رو جدی میگیره. اول با فروش از طریق منابع موجودش شروع میکنه، بعد باید بپذیره که باید برای تبلیغش هزینه بده. اینجا ما متوقف میشیم، چون میگیم پول تبلیغ هدر رفت، پول تبلیغ سوخت. ولی اگه میخوای توی فضای مجازی کار بکنی و خودت رو مطرح کنی، باید بپذیری یه سری چیزا هزینه باید براش داده بشه. هزینه است، ولی بازگشت هزینه ما داریم. و حتما هم باید این سعی و خطاهای همیشه انجام بشه. این سعی و خطاهای همیشگی تو کار یک معلمی که چرا؟ چون ما پذیرفتیم که برای تغییر لازمه که یه سری کارا رو انجام بدیم. سعی و خطا. یه کلیپی بود برای جریان موفقیت، پله گذاشته بودن و یه دونه از این چی که میپرن جامپینگا، آره. بعد مرد میرفت بالا، پله اول میافتاد، برمیگشت، پله دوم میافتاد، پله سوم تا پله آخر رسید، باز میافتاد. جریان پیروزی همینه. شکست، موفقیت، شکست، موفقیت، شکست، 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 موفقیت، موفقیت. اصلا از شکسته که درس میگیریم. کلمه شکست خودش به معنای این نیست که ول کنی. چرا؟ اگه رها کردی اون کار رو شکست خوردی. من با پسر خانم خانی چند سال پیش آموزشگاه که داشتیم، ایشون مدرس ما بودن و در کنار ما بودن. یک بار بهشون گفتم که من تا 40 سالگی سعی و خطای خودم رو میکنم. جواب داد که هیچ. نداد همه کارامو رها میکنم، میرم میشینم تو خونه خانه‌داری میکنم. ولی خیلی زودتر از اون اتفاق جواب داد. حداقل 5 سال زودتر جواب داد. ولی لازمش همون جسارت هست، هم که بپذیری همه قرار نیست مثل هم باشن و تغییر کنی و نترسی. چقدر ما مخالف داشتیم، چقدر بدگو داشتیم، چقدر
سنگ اندازی جلوی راه ما بود، ولی ادامه داد. بفرمایید. بله همیشه هست. بله یکی از مدرسای مطرح. آره هدفمون واقعا برای خودمون با ارزش و حالا یه وقتی توی جلسه‌ای انشاءالله بزرگتر مطرحش میکنیم. یکی از اساتید خیلی مطرح که اصلا اسمشون رو بگم میدونید، ایشون یه محصولی تولید کرده بودن که اصلا مثلا 2 سال پیش سوخت. بعد محصول همیشه سبز رو من داشتم توضیح میدادم که محصولی تولید بکنیم که سالها برای ما، ایشون اومدن دایرکت و گفتن چرا برای مطرح کردن خودتون محصول ما رو خراب میکنید؟ گفتم من از محصول مثلا کنوای خودم نام بردم، شما میگن سنگو که میندازی طرف چیزی که مال خودشه بر میداره. اینجوریه ولی به هر حال نباید ترسید و باید ادامه داد و تبلیغات حداکثری رو روی کار گذاشت. صحبتی دارید توی این اسلاید؟ اسلاید بعدی کلیدواژه اتحاده. کاری که ما اینجا انجام دادیم. 2 تا دیگه از مهمانانمون هم جناب آقای رضوی بودن و خانم ابریشمی که آقای رضوی گفتن کلاس دارم ولی سعی میکنم بیام، خانم ابریشمی هم گفتن یه کار کوچولی دارم میام، ولی خب متاسفانه حضور هیچ کدوم از عزیزان رو نداشتیم. هدف ما شبکه سازیه و ایجاد اتحاد. یک معلمی که میخواد برند باشه با اون سازمان ها و افرادی که میتونه ازشون کمک بگیره یا بهشون کمک بده باید یه اتحادی تشکیل بده. حتی با رقیبان، رسانه ها، مدارس، انجمن ها، برگزار کنندگان همایش ها، ناشران. من آقای رضوی رو به خاطر اینکه ناشر بودن دعوت کردم. این لازمه. چرا؟ چون نشون بدی که من میتونم به دیگران کمک کنم و انقدر اون افتادگی رو دارم که کمک هم میگیرم. بازی باید برد باشه. وین. تجربه تشکیل اتحاد با سازمانی مؤسسه‌ای که فردی رو دارید یا نه؟ سیستم آموزش پرورش نمیخوایم خیلی تجربه مثبت میخوایم و آموزنده. خب اینم که مثبت میشه. بسیار خوب بفرمایید. بله. حالا آموزش پرورش همون نکات مثبتش رو بخوایم بگیم، بالاخره جامعه عظیم بچهای ما از پایه از آموزش پرورش شروع میکنن و اون تغییر اصلی رو ما باید داشته باشیم. اگر ما هم بخوایم کار نکنیم بگیم که حالا دل سرد هستیم نمیشه و سعی کنیم که خودمون تغییر رو ایجاد کنیم، حالا خودمون برندسازی کنیم برای خودمون، کارایی رو بکنیم. من شخصا کارایی رو بیشتر انجام میدم برای بچه‌ها. حالا وقتی کلاس بودن یا حالا که معاون آموزشی هستم کارایی رو میکنم که تو دوران وقتی که خودم دانش آموز بودم شاید انجام نمیشد یا کم انجام میشد. دوست داشتم معلمم با من این برخورد کنه، دوست داشتم این محتوای آموزشی باشه، دوست داشتم تو این فضای آموزشی قرار بگیرم و الان فکر میکنم سعی کردم که این کار رو برای بچه‌ها بکنم و بچه‌هام دوست دارن و اون صحبتی که شد خانم‌ها فرمودن، اون حال خوب بچه‌ها خیلی برام مهمه و همه جوره دارم براش وقت می‌ذارم. بسیار عالی. تجربه دیگه‌ای برای اتحاد با مرکزی خیلی کمک میکنه توی رشد. خیلی قانون پرورش فکری مثل ما برنامه‌ریزی داشتیم واقعا خیلی کمک‌کار بود. چون از اون فضای رسمی مدرسه خارج میشد. خب قانون پرورش فکری امکاناتی داشت که به ما میداد و این اتحاد خیلی خوب رقم می‌خورد و من توصیه میکنم که الانم اگر میشه رسمی غیر رسمی واقعا یه فضای مناسبی هست. بله. خیلی خوب میشه باشه خیلی از زمینه‌ها. بسیار عالی. بله. اصلا کلا جان. بله دقیقاً. آسون میکنن خیلی از مسیر رو در واقع طی شده. وقتی با یه نفر دیگه حالا یا با یه مرکز دیگه یا کاملا درست. اصلا این کلیدواژه‌ها رو عمدن آوردم چیزایی که خالیه جاش، برای اینکه بتونی خودت رو به عنوان یه معلم مطرح
توی جامعه معرفی بکنی، جای اینجور چیزا خالیه. صد درصد. بله، انرژی میخواد، از منابع باید مصرف کنی. لازم هست که این کار رو انجام بله. و خیلی از پولا رو باید پشت سر بگذاری تا بتونی کار رو انجام بدی. کاملا درسته و همه صحبت ما باز برمیگرده حول محور همون کلام اولمون که اگر نکنیم همون معمولیه میمونیم. میخوای برنچی باید از منابع مصرف کنی، هزینه کنی، از امکاناتت، از منابع انسانی که داری توی سازمانت، از پول سرمایه‌ات، از وقتت، جسارتت، انرژی. اصلا انرژی یک منبع خیلی مهمه. میشه گفت که اتحاد هم یه نوع تیم سازیه. بله بله کاملا درسته. ابتدای کار هستم و شروع کار هستم، ولی جدیدم خواستم یک کتابی بنویسم و دنبال یک افرادی میگردم که تیم سازی کنم. حالا با آقای رضا بله بسیار عالی. کردم بخونه ناشه دوست داشتم از نزدیک. بله کاملا هدفمون هم همین بود. همین صبح با یه گروهی میگم که اطرافم هیچ کسی نیست که با هوش مصنوعی، با این چت جی پی تی، با این بروز بودن آشنا باشه. به خاطر همین امروز صبح در حال جستجو رفتم بود با یک تیمی آشنا شدم که اتفاقا همین چت جی پی تی و همین هوش مصنوعی کار میکنن. ازشون درخواست کردم من کمک کنم حالا توی برگزاری کارگاه‌ها برای بسیار عالیه. آفرین. مدرسین و حالا در تلاش هستم، ولی بسیار در ابتدای کار هستم هنوز. و همین که ننشستی و حرکت کردید خودش یعنی این که قدم اول رو برداشتید. اسلاید بعدی محصوله. معلم برند باید یک محصول از خودش داشته باشه، حداقل یک محصول و حد اکثر 3 تا محصول تو یک حوزه. تعدد محصول میشه اینکه اولویت نیست، همون مخاطب رو گیج میکنه، همون تمرکز مخاطب رو از بین میبره. باز اشاره میکنم چون من حالا توی پیجای اینستاگرامی بخشی از کار ماست و میبینم مثلا یه مدرسی میاد مینویسه آموزش با این و این، همینی که میاد 2 تا محصول رو میذاره کنار هم، 2 تا مجموعه رو میذاره کنار هم، یه مقدار تمرکز مخاطبش از بین میره که میخواد این یکی رو بگه یا اون یکی رو کدوم میخوای تمرکز کنی. اولویت واژه‌ای که ما باید اینجا در نظر بگیریمش. حد اکثر 3 تا محصول در یک حوزه و یه دونش رو باید برند کنید. مدرس‌های مطرح دنیا معمولا روی یک محصولشون برند میشن، ثروتمند میشن. یک محصوله، بهش میگن محصول زندگی. ما یه جلسه‌ای بودیم 2-3 هفته پیش، یه مدرسی هستن که ایشون حافظه تدریس میکنن، گفتن یه محصول زندگی طراحی کردیم به اسم خواب. مردم تو خواب مشکل دارن. همین الان مثلا یه کاری میگم انجام بدید، من تو 6 دقیقه دیگه خواب میرم. و مثلا تو این محصول ما 1000 ساعت موسیقی مخصوص خوابه و شیوه هایی که بتونی راحت بخوابی و درست بخوابی. همه مردم دنیا به خواب نیاز دارن. این میشه محصول زندگی. معلم باشه میخره، خانه‌دار باشه میخره، نمیدونم دکتر باشه میخره. پس این خیلی مهمه که ما بتونیم محصول زندگیمون رو تعریف کنیم. و یک معلم برند اولین کاری که انجام میده اینه، میشینه فکر میکنه که چه محصولی رو میتونه انتخاب بکنه که بشه محصول زندگیش و اون بشه برندش و از اون ثروتمند بشه. بله، نیاز روز مخاطبش باشه و تبدیلش بکنه به خواستش. مثلا ما 20 تا محصول رو سایت بود، 25 تا بود، تقریبا همش رو حذف کردیم، 5 تاشو نگه داشتیم. این 5 تا هم به زودی حذف میشن، یکی میمونه، بعد داخل همین چند تا زیر مجموعه خاص میاد، ولی یکیش میشه محصول زندگیمون. یه دونه هست که مثلا میخوایم کامل فقط روی اون تمرکز کنیم. بله، و اون رو کار بکنیم و صرفاً با این محصول شناخته بشیم. همین محصول اصلی ماست. ما دیگه نمیدونم نرم افزار اینو جدا تدریس نمی کنیم. در قالب یک مجموعه بزرگی به عنوان یه محصول زندگیمون روش کار میکنیم
که هم ما تمرکز داشته باشیم، هم مخاطبمون بدونه از ایستگاه A سوار قطار ما میشه تا ایستگاه Z که پیاده میشه با این توانمندی ها میاد، با این پتانسیل ها میاد، با این توانمندی ها خارج میشه و هدفمند انتخاب میکنه. پس این اسلاید خیلی مهمه. اگر تصمیم دارید تو حوزه خودتون برند شید، بایستی محصول زندگیتون رو انتخاب بکنید و یه دونه‌ش رو برند خودتون بکنید. اسلاید بعدی کلیدواژه پروژه هست. ما آدم‌ها از صبح که بیدار میشیم 10 ها کار تو ذهنمونه. کاره اینو ببرم، نمیدونم آشپزیم رو انجام بدم، کلاسم رو درس تدریسم رو انجام بدم، خریدم رو بکنم. هیچ کدوم اینا یک پروژه نیست. ما میشیم مولتی تاسک، کارای زیادی داریم، چند وظیفگی ایجاد میشه، تمرکزمون رو از بین میبره. در صورتی که ما باید توی زندگیمون اگه میخوایم برند باشیم پروژه تعریف کنیم، پروژه های کم ولی بزرگ و جسورانه. من به شخص پروژه مهم زندگی حرفه‌ای معلم سبزه که معلم سبز رو به اون نقطه‌ای برسونیم که گفتم انشالله جلسات بعدی در مورد اهدافمون صحبت می‌کنیم. شما بفرمایید. خب من همون معلم سبز که ما قرآن فرداد کنم. من احتمالا باید تقلید کنم برم تو کار مدیر سبز. خیلی عالی. و حقیقتا من چند سال هست که پیونی هستم که این کتاب رو بنویسم. بسیار عالی. از تجربه های چند سال. بسیار عالی. جرأت شروعش هنوز نداشتم. این پروژه بزرگ زندگیتون میشه. و فکر میکنم که یکی شروع کنم. حال نمیدونم چطوری باید شروع کنم، از کجا باید شروع کنم. من بگم از کجا شروع کنید، پیشنهاد بدم گوشیتون رو دست بگیرید و از اول صبح که پا میشید شروع کنید رکورد ضبط کردن صداتون و به هیچ چی دیگه کار نداشته باشید، فقط ضبط کنید. بعد صوتا رو من میگم میدید به یه نفر، همشو براتون متن میکنه، میشه همین. فقط باید صحبت کنید شما، چون شما تجربه دارید. بسیار عالی. زنده باشید. پروژه اصلی ما همونطور که گفتم فعلا چاپ کتاب و برگزاری کارگاه برای دانش آموزان و مدرسین. 3 تا شد. 3 تا. اصلیش همون کتابه. نه همش در راستای همین یه موضوعه. ولی همین تمرکز شما رو میگیره. باید یکی رو بکنید اصل و با تمرکز ادامهش بدید. اگر شد چند تا مطمئن باشید چون ما منابعمون محدوده. زمانمون، هزینه‌مون، انرژیمون محدوده. پروژه اصلی فعلا کتاب. برای من فکر میکنم که گسترش مؤسسه آموزشی مهرآفرین که تا یه جایش رفتم ولی خب خیلی گسترش یک مفهوم کلیه. اگر هدفمون با عدد و رقم مشخص نشه نمیتونیم بسنجیم و نمیرسیم بهش. خب شاید واژه نامناسبی رو انتخاب کردم. منظور من این بود که توی مسیر درستی، مسیری که مطمئنم درسته. شما چند تا الان نونهال دارید توی مرکزتون؟ نه، منظورم اینه که الان من از شما یاد گرفتم که باید یه پروژه زندگی داشته باشم. برم تو همون حیطه مؤسسه مهرآفرین ببینم چه پروژه زندگی میتونم. هدفتون از پروژه زندگیتون چیه برای مؤسسه مهرآفرین؟ همونی که گفتید که قشر زیادی رو درگیر بکنه، لازمه زندگی باشه. الان 50. میتونید اینو با یه عدد برسونید که نشون بده شما گسترش رو دادید؟ متوجه نمیشم منظور. گسترش دادن مؤسسه‌تون با چی مشخص میشه؟ موفقیت مؤسسه شما با چی مشخص میشه؟ به نظر من با نوع کاری که دارم انجام بدم که چقدر خلاقیت توشه، چقدر جذابیت داره. خودتون چطوری میفهمید موفق شدید؟ با تعداد بالا رفتنه، با نظر و ایده‌ای که میگیرم. عددی که تو زندگی شما باید مهم باشه چیه؟ تعداد شرکت کنندگان، تعداد مخاطبان. دیگه چه عددی؟ شما اگه کار نمی‌کنی تو مؤسسه خیریه داری؟ درآمد. آخه هنوز فکر میکنم که باید خیلی هزینه کنم. همون بحث منابع موجوده چیه؟ برگرد اسلاید
تبلیغات، فروش با منابع موجود. چرا ما قبل از اینکه در بیاریم هزینه کنیم؟ یعنی همون از هر پتانسیلی داری باید تو شروع استفاده کنی. بیش از حد دیگه شروع یه مقدار درآمد میگیریم، از درآمدمون تبلیغات میدیم، صرف هزینه‌های جاری میکنیم. یعنی بیشتر از درآمد صرف تبلیغات کردن اشتباهه. شما خودتون باید بهش برسید. من فکر می‌کردم که شاید تا یه جایی این کار ادامه داره و بعد دیگه اونقدر بهت اعتماد میکنم، اونقدر میشناسنت که تبلیغات تمومی نداره. درآمده میره بالا. تبلیغات نمیگم تموم میشه، درآمده میره بالا. اون موقع دیگه درآمد. خب الان که گفتید درآمد میره بالا، شما باید چیکار کنید؟ باید اون پروژه‌تون رو توی قالبی تعریف بکنید که همه کارهاتون در راستای افزایش تعداد دانش آموزانتون و افزایشش یعنی خدماتتون جوری بشه که شهریه بره بالا و مردم با التماس بیان ثبت نام. معلم ابتدایی معمولی درگیر مثلا بچه دقت تمرکزشون باز کنیشون پایینه و معمولا جلو دستی اختیارات یادگیری تو ما وارد موضوع یادگیری روی تیتهی روانشناسی بستیم که خود وارد نشد کنم باشم آموزش روانشناسی ندیدم ولی خودم خیلی دوست دارم که دویده بازی آموزشی یه هدف به من بگید، یک پروژه به من بگید. بازی آموزشی یعنی چی؟ پروژه ابتدا و انتها داره. میخوام به کجا برسم؟ چی بازی آموزشی چی؟ به کی؟ در قالب چه پکیجی؟ یعنی خودتون بشید مدرس بازی‌های آموزشی؟ خب پس باید اینجوری بگید. هدف رو برای خودتون مشخص کنید. هدف باید مسئول انجام داشته باشه، مقدار داشته باشه، زمان داشته باشه. در چه مدتی، با استفاده از چه منابعی، به چی برسم؟ مثلا توی سال مشخص کنم. مثلا تا سال آینده در یک سال با مثلا یادگیری 100 بازی آموزشی بتونم مدرس ایته بازی و یادگیری باشم مثلا. اینجوری که قشنگ برای خودمون مشخص باشه دونه دونه. خب حالا هدفی که دارم فعلا خب شاید بشه گفت ایجاد یه فضای مناسب ورزش برای دانش آموزان محدوده‌ای که هستن به نیاز برن. بسیار خوب، ولی اون آیتم ها رو باید براش در نظر بگیرید. زمان همسرتون خودشون استادن دیگه تو این زمینه میتونن راهنمایی بکنن. من فکر کنم صحبت ایشون خیلی دوست دارم تجربه زیسته خودم رو به کتاب تبدیل کنم و تمام ایده هایی که حالا به دوران تحصیل که هنوز ادامه داره و از چیزهایی که گذشته اونا رو به رشته تحلیل در بیارم و کتابم رو یه حالت تعاملی کنم و یه فضایی داشته باشه که وقتی که کتاب منو کسی میخره بتونه خودش با استفاده از چیزایی که من تو کتاب نوشتم ایده های خودش رو به ایده های من اضافه کنه. بسیار خوب. زمان مهلت باید برای خودتون تعیین کنید. من با شما رو در بایستی ندارم. 1 سال فکر کنم زمان بخوام. من نمیتونم بهش فکر کنم. شما خودتون باید دقیق بگید در مدت زمانی که هست با صرف چه منابعی، چه مبلغ هزینه‌ای، چه امکاناتی و به کجا قراره برسیم که بر اساس این قدم هایی که تعریف میکنید و این عدد هایی که تعریف میکنید متعهد بشید به رسیدنش. در غیر این صورت 1-2 روز دیگه کلاً این جریان فراموش میشه. ولی آدمایی تمرکز دارن که یعنی کار رو انجام میدن که تمرکز دارن. تمرکز یعنی شروع یک کار، ادامه دادنش تا پایان. این یعنی تمرکز. شروع یک کار، ادامه دادن تا پایان. طوفان فکریمون رو برگزار کردیم ولی یه اسلاید داریم کار عملی. کار عملیش رو بخشش رو اینجا انجام دادید، نوشتید. بخشش رو باید ببرید منزل. تمام آگاهی هایی که توی این جلسه به دست آوردید رو بنویسید. منزل. آگاهی هاتون رو بنویسید.
یک هدف بزرگ، یک پروژه بزرگ برای خودتون تعریف کنید که جسورانه باشه. جسورانه یعنی این که بترسید از این که اصلا بهش فکر کنید. هدفی که آدم بترسه بهش فکر کنه او رو مجبور میکنه براش قدم برداره. همه معلمای عادی جامعه ما و آدمای عادی جامعه ما کسایی هستن که اصلا جسارت تعیین هدف بزرگ برای خودشون ندارن. اصلا اون ایده چیزیه که اصلا وجود نداره. تا زمانی که بالقوه به بالفعل تبدیل نشه هیچ فایده‌ای نداره. چقدر از آدم‌ها بودن به یه ایده‌ای توی یه محصولی فکر کردن، داشتن فکر می‌کردن، هفته بعدش یه نفر اومد همونو انتشار داد. میتونه بره ادعا بکنه این مال من بود؟ فکر می‌کنم تو این قضیه توی یکی از قوانین فیزیک رخ داد که دو تا دانشمند همزمان به این نتیجه رسیدن، یکیشون تا اومد بیان بکنه اون یکی اطلاع فرستاده بود مثلا برای یه انجمنی و دیگه به نام او ثبت شد، تموم شد، ماجرا گذشت. نمیتونه ادعا بکنه فکر منو دزدید. خب اگه فکر تو بود همون موقع میرفتی اجرایش میکردی. و ماها همین هستیم چون جرأت ادعا نداریم. من با بینندگان لایومون خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال بودیم که شما هم تونستید توی این جلسه حتی به صورت مجازی شرکت بکنید. ما جلسه خودمونیمون رو دیگه با حضور دوستان ادامه میدیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.